دیوار چین یکی از معروفترین و بزرگترین سازه‌های جهان در مسیری به طول بیش از 21,000 کیلومتر امتداد دارد و از ساحل دریای بوهای تا صحرای گوبی را در بر می‌گیرد. این دیوار که ساخت آن نزدیک به 2000 سال طول کشید، نماد قدرت، مقاومت و اتحاد چین در برابر تهدیدات خارجی است. شروع ساخت دیوار چین به دوران جنگ‌های بین ایالات در قرن سوم پیش از میلاد باز می‌گردد و با روی کار آمدن اولین امپراتوری متحد چین به دست امپراتور چین شی هوانگ این دیوارها به هم متصل شدند تا در برابر حملات اقوام بیابان‌نشین شمالی محافظت کنند. سلسله‌های بعدی مانند هان، سوی و به ویژه مینگ در قرن 14 تا 17 میلادی به توسعه و تقویت این دیوار ادامه دادند. دیوار چین در مناطق مختلف از مصالح متفاوتی مانند خاک، آجر، سنگ و چوب ساخته شده است. بخش‌های کوهستانی دیوار از سنگ و بخش‌های بیابانی از خاک و آجر ساخته شده‌اند. ساختار پیچیده دیوار شامل برج‌های مراقبت، پایگاه‌های نظامی و ورودی‌ها بود که نقش حیاتی در دفاع از کشور را داشت. دیوار چین به عنوان نمادی از پایداری و همبستگی در فرهنگ چینی شناخته می‌شود. این دیوار علاوه بر نقش دفاعی، نشانگر هویت ملی و قدرت چین نیز است و در میراث جهانی یونسکو ثبت شده. هر سال گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. ساخت دیوار تأثیرات عمیقی بر جامعه چین گذاشت. هزاران کارگر، سرباز، زندانی به ساخت این دیوار پرداختند و بسیاری از آنها در این راه جان باختند. همچنین استفاده از منابع طبیعی مانند چوب و سنگ برای ساخت دیوار زیست‌بوم چین را نیز تحت تاثیر قرار داد.